ارتفاع زیاد این ماشین باعث شده که بشه بلندترین رام خاورمیانه. افزایش ارتفاع 11 اینچ یا 28 سانت به خاطر داشتن کیت فابتک. بازوهای کنترلی فوقانی تبدیل شده به برند توتال کیوس که فوق العاده هوی دیوتی یا سنگین هستن که بتونن قابلیت آفرود و علاوه بر اون قابلیت توینگ این ماشین رو بالا ببرن. آجی قدو ببین یا خدا، فیسو ببین یا خدا، آجی قدو ولش، فیسو ولش، تیپو ببین یا خدا، بگو باری کلا به این فرم. علامت یا بج دار از مدل‌های سال 1969 به این ماشین اضافه شده که نشونه اصالت این برنده. تازه رام 1500 که یه موتور 5.7 همی 8 سیلندر تنفس طبیعی هم روش قرار داده شده. اگزوزهای دوگانه داریم برند بورلا که به روز رسانی داشته صدای زیبایی تولید میکنه. یه وینچ وارم داریم که خود صاحب این ماشین بهمون توضیح میده که با این وینچ وارم که 5.5 تن امکان جابجایی و بکسل بار داره چند تا ماشین رو از توی صحرا نجات در کنار مالک این اعجوبه قرار گرفتیم، آقای احمد. Thanks for having this opportunity to review your car. How many cars did you help in the desert with this car? So far around 1000 cars we can say. ازشون پرسیدم چند تا ماشین رو بهشون کمک کردین در بیابون با این ماشین، با این وینچ. گفتن حدوداً 1000 تا ماشینی که توی در واقع صحرا گیر کرده بودن و بهشون کمک کردن. مثلا احمد، what do you call your car? The name is Blue Rex, but in short I call it Azizam. عزیزم. من نشسته نیستم و من تازه رو نوک‌پا واسادم. سیستمی که گذاشتن اینجا ریجیده برای اینکه بتونه به راحتی تا حدود 600 متر رو در قسمت جلوی خود رو روشن کنه برای دید بهتر در آفرود. سایز تایرامون 37 اینچه، رینگزمون 17 اینچه، بیدلاک اینا هم به صورت تزیینی قرار گرفته. خدمت شما عرض کنم تایرها مخصوص ماد یا گل هست. سیستم فاکسی که روش قرار دادن استیج 2.5. یه دوره بدنسازی با مربی میخواد که بخوای بتونی به راحتی بپری سوار این ماشین شی. 6x6 که رانندگی میکنی خدای زمین آسمونا بهت میده. فکر کن با این چه حسی داری، یه طبقه خدا هم بالاتر رفتی. ببین هیچی اصلا براش مانع به حساب نمیاد. چه لذتی. بعد صدای اگزوزو میشنوی. آها من عاشق شدم رفت. نمیدونم. از اون راهی که ماشینمون یکی از ماشین‌های UAE رسکیو یا سیستم نجات دهنده امارات هست، مجهز شده به سیستم‌های مسیریاب، دوربین گوپرو روی سقف و کلیه سیستم‌های ایمنی. علاوه بر اون برای تنظیمات چراغ‌های جلو شما می‌بینید که به صورت مجزا تنظیمات تو این قسمت قرار گرفته. جان دل میسپاریم به صدای اگزوز زیباش.